عرض درود خدمت یکایک جویندگان عزیز. کاوشگران گرامی توجه داشته باشید به این نکته که یکی از قاعده های ارزشمند برای جوغنها به این شکل بوده که گاهن از جوغنها برای نشانه گذاری دفینه های ارزشمندی، علل خصوص دفینه هایی که مربوط به جاسازهای مذهبی، دفینه های نزوراتی بوده استفاده می شده در باستان. پس اگر شما یک محیط تقدسی، یک محیط اعتقادی و مذهبی داشتید، کاری که میکنید در نزدیکی جوغنها بیشتر بر روی سنگها و صخره‌ها دنبال برش بر روی سنگ باشید. مثل اینجا اگر توجه کنید کاملا میتوانید یک برش موازی، خوشخط و کاملا هم عمق رو بر روی لبه این سنگ ببینید که به مانند یک آبلمه رو که اگر شما در نظر بگیرید، این سنگ بالای درب هست و زمانی که این پلمپ، این سنگ درب پلمپ رو شما بردارید، در زیر اون یک جاساز ارزشمند